سلام بچه، چطوری؟ من دیگه هستم. خوش اومدید به سری داستان‌های دیگه مثلا چی برسه محمد. این محمد و بچه سلام کن. سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ اوکی بچه، اوکی محمد. بچه با محمد اومدیم یه تاکسی گرفتیم اومدیم تا اینجا. ببینید حالا چه رستورانیه محمد، این چه رستورانیه؟ همون رستوران تو سریال حکمت دیگه. آره اومدیم اینجا، هم شعبه زده. بیا بریم ببینیم توش، ببینیم چه خبره. آقای محمد کجایی؟ آها محمد بودو، بیا حتما بیا اینجا رو. باید بریم ببینیم چیزه. ببینم کسی هست. آقا فکر کنم محمد. اینجا چیز کنم. فکر کنم محمد اینجا کسی نیستش. جدی میگی؟ یا بشینید تا آدم بیاد. اوکی محمد بیا. بذار ببینم کجا. بیا اینجا وایسیم تا آدم بیاد. خب بچه ها، من برم ببینم آدم میاد یا نمیاد. بزن بریم ببینیم. خب محمد آقاه اومد. بچه من و محمد اومدیم این ور. خود لطفینگه. خب سلام آقا. سلام بفرمایید. من اومدم مرسخاری اینا سفارش شدم. باشه، میشه $10. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید بشینید. محمد بیا، محمد بیا. علی ممنون از شما. بیا دیگه. میگم که دانیال، نمیخوای که یه دونه مثل سریال حکمت انجام بدیم؟ منم بدم نمیاد. بچه حتما اگه میخواید مثل سریال بریکینگ بد بریم هایزنبرگ بشه محمد و منم جسی، لایکای این ویدیو به بالای 10 تا برسونید که لایکای ویدیو اول خیلی الان تریکته و 20 تا لایک داره. آره، همه این کار انجام بدید و تا قسمت بعدی. بای بای.